الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مواردی که انسان را نزد الله متعال محبوب می‌گرداند و سبب می شود که انسان محبوب الله متعال قرار بگیرد، خویشتن‌داری از سؤال و تکدیگری هست. الله متعال انسانها را بنابر حکمتی که دارد در رزق و روزی متفاوت آفریده. یک فردی رو می‌بینیم که ثروتمند هست، درآمدش بیشتر از خرجش هست. یک فردی رو می‌بینیم که هرچی به دست می‌آورد به اندازه کفاف دارد و سر به سر هست، یعنی دخل و خرجش همه یکی هستند، برابرند. افرادی رو می‌بینیم که خرجشون بیشتر از دخلشون هست، یا افرادی هستند که رزق و درآمد خیلی کمی رو در واقع دارند. تمام اینها بنابر حکمت الله متعال هست و الله متعال می‌خواهد هر کسی را به یک گونه‌ای در واقع بیازماید و امتحان بکند. ثروتمند را با ثروتش در واقع میازماید و فقیر را با فقرش میازماید و هر کسی که در اون موقعیتی که دارد اگر در آن موقعیت طبق دستور الله متعال زندگی بکند، این انسان در واقع محبوب الله متعال قرار میگیرد. ثروتمندی که ثروتش را در راه دین خرج میکند، در راه الله متعال، و دیگران را شریک ثروت خودش می کند، به فقرا و مساکین و مستمندان کمک و یاری می کند، این در واقع یک فضیلتی هست که الله متعال به ثروتمندان داده. و اون کسانی هم که در حالت فقر الله متعال را فراموش نمی کنند، راضی هستند به تقدیر الله متعال و فقر سبب نمی شود که آنها از عبادت و از حقوق الله متعال تعدی بکنند و حدود الهی رو در واقع پشت سر بگذارند یا به آنها تعدی بکنند، این انسان‌های فقیر هم با این روش و با این طریقه می توانند که خود را محبوب الله متعال در واقع قرار بدهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایتی انسان فقیری را که فقیر هست، نیازمند و مستمند هست، اما باز هم شرم و حیا دارد، باز هم عفت و عفاف دارد و خویشتن‌داری می کند، دست گدایی رو به طرف کسی دراز نمی کند، در یکی از روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماند که چنین فقیری محبوب الله متعال هست. الله متعال چنین فردی را دوست دارد. می فرماید که ان الله تعالی یحب الحیی العفیف المتعفف. الله متعال فقیر با حیا را، فقیری را که شرم دارد و عفیف هست و متعفف هست، یعنی خویشتن‌داری می کند از سوال کردن مردم. کسی از حالش خبر نیست، با اینکه فقیر هست و نیازمند هم هست، اما هیچگاه شکوه و گلایه نکرده پیش کسی، هیچگاه شهر و منطقه رو پر نکرده که من ندارم، زندگیم سخته و فقیرم و بدبختم و بیچارم، دست رو دراز نکرده به طرف کسی که در واقع به من کمک بکنید تا روزگارم رو بتوانم بگذارانم. الله متعال چنین انسان فقیری را که با وجود نیاز خودش اما شرم و حیا را کنار نگذاشته و دست گدایی رو پیش کسی دراز نکرده، الله متعال چنین فردی را در واقع محبوبش هست و دوست دارد. الله متعال در مورد صدقات می‌فرماید که للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. الله متعال تشویق می کند کسانی را که ثروتمند هستند، الله متعال به اونها مال داده، خب در مال اونها حقی هست برای فقرا، برای مساکین، حق الله در این مال وجود دارد. انسان ثروتمند باید از این مال حق الله را و حق بندگان الله متعال را بپردازد. یکی از حقوقی که در مال هست صدقه هست و زکات هست و الله متعال این صدقه و زکات را یکی از مواردش را فقرا قرار داده
و در این آیه الله متعال میفرمایند که للفقراء الذين احصروا فی سبیل الله، آن فقرایی که در راه الله متعال حصر شدند، یعنی منع شدند. اشاره به فقرای مهاجرینی هست که مشغول جهاد بودند. این صدقه برای اونها هست، یعنی بهترین موردش اونها هستند. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اینها نمیتوانند بروند برای کسب و کار در زمین در واقع تجارت بکنند، سفر بکنند برای تجارت، چون که مشغول خدمت دین هستند، مشغول جهاد فی سبیل الله هستند. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، انسانی که از حالشون خبر ندارد گمان میکند که اینها غنی هستند. یعنی در جامعه من و شما انسانهای فقیری وجود دارند که چون که اظهار نیاز نکردند، چون که داد و بیداد نمی کنند، چون که شکوه و گلایه نمی کنند، شما فکر میکنید اینها خیلی ثروتمند هستند، دیگه مشکل مالی رو ندارند، در صورتی که مشکل مالی دارند، اما به خاطر خویشتن‌داری و به خاطر تعفف و حیایی که دارند هیچگاه اظهار نیاز نمی کنند. نمیان پیش شما دستشون رو دراز بکنند پیش در و همسایه که به ما در واقع کمک بکنید. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. ای پیامبر من، تو این انسانهای فقیر را میشناسید، با سیمایشون، با ظاهرشون، از چهرهشون تشخیص میدی، از لباسشون تشخیص میدی، از در واقع زندگی اونها رو وقتی که میبینی، ظاهرشون را میتونی تشخیص بدی که اینها انسان فقیری هستند. و اما این انسانهای فقیر لا یسألون الناس الحافا، گدا نیستند، یا مانند گداها نیستند که با اصرار و پافشاری بیان پیش کسی و چیزی رو طلب بکنند، و گدا نیستند که در واقع دست یکی رو بگیرند، لباس یکی رو نگه دارند که به من کمک بکن، یا رهایت نمی کنند به انسانهای ثروتمند، خودشون رو نمی چسبونند، از اونها با الحاح و پافشاری چیزی رو طلب نمی کنند. امروزه هم از این سری انسانها در جامعه من و شما زیاد هست که ظاهرشون ظاهر آرسته‌ای هست. شاید شما از ظاهر اونها وقتی که وارد زندگیشان نشوی گمان میکنید که اینها هیچ گونه مشکل مالی را ندارند. شما باید دنبال این گونه افراد باشید، منتظر نباشید که فقیر به اندازه‌ای برسد، به تنگنایی برسد که بیاد پیش شما اظهار نیاز بکنند، دستش را دراز بکنند. شما خودتون همسایه‌های خودتون را، هم کسانی رو که در محله شما هستند زندگی میکنند، زندگی اونها را تحت نظر بگیرید. اگر متوجه شدید که یکی از همسایگان شما، از خویشاوندان شما، از هم محله‌ای های شما نیاز دارند، در واقع نیاز چنین کسی رو که نیازمند هست شما باید برآورده بکنید. و در مقابل این هم آن کسانی که به هر صورتی میتوانند زندگانی خودشان را بگذرانند تا جایی که 100% مجبور نشدند، دست نیاز رو، دست گدایی رو به طرف کسی دراز نکنند. اون کسانی که با وجود نیاز اظهار بی‌نیازی میکنند یا به گونه‌ای برخورد میکنند که دیگران از نیازشون و از فقرشون خبر نشوند، اینها در واقع محبوب الله متعال هستند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که لیس المسکین بالذی ترده التمرة والتمرتان. مسکین اون کسی نیست که مردم به اون یک خرما و دو خرمای صدقه میدن، یعنی دم خونه های مردم میگردد و دور میزند و مردم به اون هر کسی به اندازه توان خودش یک چیزی میداد. این مسکین نیست. اون کسی که یک لقمه دو لقمه از خونه مردم میگیرد این مسکین نیست. انما المسکین المتعفف. مسکین اون کسی هست که با وجود نیازش عفیف هست، پاک دامن هست، یعنی از سوال کردن، از تکدی و دست دراز کردن به طرف مردم پرهیز میکند و شر میکند. مسکین واقعی اینها هستند و شما ثروتمندان هم وظیفه‌تان هست که این گونه مساکین رو در واقع پیدا بکنید و به آنها آنچه را که الله متعال به شما داده و نعمتی رو که الله متعال به شما عنایت کرده، از این مال و نعمت به دیگران هم در واقع بدهید و نیاز مردم را برآورده بکنید. پس بنابراین برآورده کردن نیاز دیگران هم ثواب هست و کار خدا پسندانه‌ای هست، و هم این که انسان اظهار بی‌نیازی بکند از بندگان الله و دستش رو پیش کسی دراز نکند و سوال نکند، این هم یک فضیلت خاصی رو دارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اون انسان فقیری را که با وجود فقرش
حیی هست، با حیا و با شرم هست، دستش را پیش مردم دراز نمی کند، چون این فردی محبوب الله متعال هست و الله متعال او را میپذیرد. امیدوار هستم که الله متعال هم فقرای ما را و هم ثروتمندان ما را انشاءالله توفیق بدهد که بر دستورات الله متعال عمل بکنند و همه، هم فقرا و هم ثروتمندان انشاءالله با اطاعت الله متعال محبوب الله متعال قرار بگیرند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. Ooh.